آداب استفاده از تلفن همراه. در جهانی که ما زندگی می‌کنیم، مسابقه عجیب و شگفت‌انگیز در استفاده از شبکه‌های اجتماعی در جریان است و در این پیکار تلفن همراه به مرکز و صحنه اصلی این رقابت‌ها، تحولات و دگرگونی‌ها تبدیل شده است. گوشی همراه انسان را از تنهایی نجات می‌دهد. هنگام مشکلات به فریادش می‌رسد. پیکی است که با چابکی تمام به نقل و انتقال اندیشه‌ها، عواطف و احساسات می‌پردازد و تشنگی مادری را که شیفته شنیدن صدای فرزند مسافرش میباشد برطرف می‌کند. انسان پیوند خویشاوندی خود را با تلفن همراه حفظ می‌کند و به وسیله آن بسیاری از نیازهایش را برآورده می‌نماید. روزانه در دنیا حوادث جدیدی اتفاق می‌افتد و اختراعات و اکتشافات تازه‌ای پا به عرصه وجود می‌گذارد. و از آنجایی که دین مبین اسلام یک دین شامل، فراگیر و شایسته همه زمانها و مکانها می باشد، اصول و چهارچوب‌هایی را بیان داشته است که برای مسلمانان استفاده از این پدیده‌های جدید را بدون اینکه به خودشان یا دیگری آزاری برساند تضمین می‌نماید. مهمترین آداب استفاده از تلفن همراه عبارتند از مراعات حال مردم و انتخاب وقت‌های مناسب برای تماس گرفتن و پرهیز از تماس گرفتن در اوقات نماز یا هنگام خواب. خودداری از مکالمه‌های بیهوده و طولانی بدون نیاز و ضرورت. عدم جواز ضبط کردن مکالمه تلفنی یا روی بلندگو گذاشتن تلفن در حضور دیگران بدون اجازه طرف مقابل. عدم جواز تجسس در تلفن‌های دیگران و خواندن پیام‌هایشان بدون رضایت صاحب تلفن، زیرا این رفتار نوعی خیانت به شمار می‌رود. اطلاع پیدا نمودن از محتوای پیام‌ها و مطمئن شدن از صحت آنها قبل از بازنشرشان. دقت در تماس گرفتن. چه بسا یک تماس تلفنی یا یک پیام اشتباه باعث ایجاد شک و شبهه و از هم پاشیدگی یک خانواده می شود. پرهیز نمودن از عکس گرفتن هایی که باعث افشای اسرار مسلمانان و اذیت و آزار او می گردد. مبادا تلفن شما مرکز رد و بدل نمودن صحبت با نامحرم، سخنان ناشایست، کلمات بیهوده، جملات رکیک، شعر و موسیقی مستهجن و عکس و فیلم های مبتذل قرار گیرد. زیرا همه این موارد نافرمانی از پروردگار به شمار می روند و باعث اذیت و آزار بندگانش می گردد. هنگام ورود به مسجد، تلفن همراه خود را جهت جلوگیری از تشویش نمازگزاران و از بین بردن خشوع آنان بر حالت سکوت قرار دهید. به کلام الهی احترام بگذارید، بدین معنا که از انتخاب قرآن کریم به عنوان زنگ تلفن خودداری نمایید. از استفاده کردن از تلفن همراه در جلسات علمی و هنگام سخنرانی اجتناب کنید، زیرا استفاده از تلفن باعث تشویش و حواس پرتی سخنران و شنوندگان می‌گردد.